من نمیخوام صحبت کنی الان با میخوام چند دقیقه سکوت باشه دور برم. میتونی؟ میخوام تنها شم. نمیتونی الان تنها باشی چون من نمیتونم تو اون اتمسفر تنها بشینم. بله داشتش ازم پرسید تو که محمود از بیرون میشناختی؟ گفتم نه من محمود نمیشناختم. من گفتم فقط دیدمش یه بار. ببین من نمیخوام حرف بشنوم. میتونی حداقل میشینی زر نزن. زر چی؟ زر اضافه. واقعا بیادبی. یعنی اصلا تو به من میگی اونجا باهات حرف زدم، من اینجا نه داد زدم نه بلند حرف زدم. چی کار کردم؟ من اومدم اینجا نشستم، اونا اینجا اومدن نشستن، من نشستم اینجا، من کاری ندارم. خدایا من با کسی حرفی نزدم، با کسی هم دشمنی ندارم. فقط دوست داشتم چیزی که دارم میگم با یارو 3 نفری حل کنیم، روبرو کنیم که اونجا جای من دوست دخترتم باید اون بشینه با تو صحبت کنه. بابا نمیخوام حرف بزنم. عجب آدمی یا گیری کردی. نمیخوام حرف بزنم. میخوای بگی بتمرگ اینجا بشین صحبت نکن. ولی گفتم گفته کات کن با محمود. به کی گفتی؟ به من گفتش. به کی گفتی به اینو؟ خودت گفتم. به کی دیگه گفتی؟ دیگه به هیچ کی. من با تو من جای پیش کسی نشستم؟ هیچ کی نشستم. سیاوش بود فکر کنم رفته گفته. سیاوش چی بهت گفته؟ نه سیاوش پیش ما اونجا نشسته بود دیگه، دقیقاً وقتی که من اینجا بودم. جلوی اون خانه زنک صحبت نکن. چیز واقعا جلوی اون خاله زنک صحبت نکن. درسته نباید صحبت می‌کردم. جلوی اون خاله زنک صحبت نکن. اصلا با خودش هم دیگه صحبت نمی‌کنی. با هیچ کس اینجا صحبت نمی‌کنی. باشه. زمیر باشه. و زهرا. باشه. نه زهرا هم نه. هیچی نه.